سلام دوباره به همه شما رفقای گل و همراهان همیشگی پادکست شاهان ایران. من دوباره اومدم، سادن غلامزاده هستم و خیلی خوشحالم که تو این قسمت، یعنی قسمت 20 با همین. اگه یادتون باشه تو قسمت قبل گفتیم که اردشیر بابکان چطور تونست آخرین شاه اشکانی یعنی اردوان چهارم رو شکست بده و پرونده اونها رو برای همیشه ببنده. خب حالا اردشیر شاهنشاه ایرانه. ولی میدونید پادشاه شدن یه داستانه و حفظ کردن پادشاهی یه داستان دیگه. یه امپراتوری جدید مثل یه خونه تازه ساخته است که هنوز وسایلش سر جاش نیست و کلی کار داره تا تبدیل به یه خونه گرم و امن بشه. امروز می‌خوایم بریم سراغ کارهای بزرگ اردشیر بابکان بعد از پیروزی. اون فقط یه جنگجو نبود، یه مدیر و یه بنیانگذار درجه یکم بود. میدونید ایران تو اون زمان بعد از حکومت طولانی اشکانی‌ها حسابی به هم ریخته بود. کلی پادشاه کوچیک و محلی تو هر گوشه و کنار حکومت می‌کردن و هر کی ساز خودش رو می‌زد. اردشیر اولین کاری که کرد این بود که بساط این پادشاه‌های کوچیک رو جمع کرد و همه رو زیر پرچم خودش آورد. این کار یه جورایی اولین قدم برای ساختن یه ایران شهر متحد یکپارچه بود. بعد از این اردشیر رفت سراغ نظم و قانون. اون میدونست که یک کشور قدرتمند به یه ارتش منظم و قوی نیاز داره. برای همین ارتش ساسانی رو حسابی سازماندهی کرد. سواره نظام‌های زره‌پوش سنگین ساسانی که بهشون کاتافرکت هم میگفتن توی دنیا مشهور شدن و تا مدت‌ها هیچ ارتشی نمیتونست جلوی اونها بایسته. اما یه کار مهم دیگه هم کرد که شاید از همه مهمتر بود. اردشیر دین زرتشت رو به عنوان دین رسمی کشور اعلام کرد. این یعنی چی؟ یعنی اون اومد و به موبدان زرتشتی جایگاه بیشه‌ای داد و با کمک اونها یه چارچوب مشخص برای کل کشور درست کرد. این کار باعث شد که مردم ایران به غیر از پادشاه و ارتش، یه هویت مشترک دینی و فرهنگی هم پیدا کنند. این اتحاد دینی قدرت ساسانیان رو 100 برابر کرد و یه جورایی شد ستون فقرات امپراتوری جدید. اردشیر از نظر شهری هم مرد بزرگی بود. اون شروع به ساختن شهرها و بناهای جدید کرد. یکی از معروف‌ترین کارهایش ساختن شهر اردشیرخوره بود که الان بهش فیروزآباد میگن. این شهر با معماری دایره‌ای و بناهای عظیمی که داشت، نماد قدرت و نظم جدید ساسانی بود. اردشیر با ساختن این شهرها به همه نشون میداد که یه سلسله جدید و قدرتمند روی کار اومده. و بالاخره میرسیم به قسمت مورد علاقه من، جنگ با رومی‌ها. اردشیر بعد از اینکه اوضاع داخلی رو سر و سامان داد، یه هدف بزرگ تو سرش داشت، برگردوندن مرزهای امپراتوری هخامنشی. اون می‌خواست همه اون سرزمین‌هایی که رومی‌ها گرفته بودن رو پس بگیره. برای همین یه سری لشکرکشی به سمت روم انجام داد و درگیری‌های جدیدی رو شروع کرد. این جنگ‌ها شاید تو دوره خودش به پیروزی قاطعی نرسید، اما یه چیز رو به همه ثابت کرد، این ساسانیان و اشکانیان فرق دارن. این یه پیام جدی به رومی‌ها بود و زمینه‌ساز جنگ‌های بزرگتر و پیروزی‌های افسانه‌ای پسرش شاپور اول شد. خلاصه دوستان، اردشیر بابکان فقط یه پادشاه نبود، یه بنیانگذار و یه معمار بزرگ بود. اون امپراتوری رو از نو ساخت، بهش هویت داد و اون رو تبدیل به یه قدرت بزرگ جهانی کرد که تا 400 سال بعد یکی از مهمترین بازیگران تاریخ بود. دوستان و همراهان عزیز، اگه دوست دارید داستان‌های جذاب شاهان ایران رو دنبال کنید، حتما پادکست رو سابسکرایب کنید. یادتون نره که نظرات شما به ما کلی انرژی میده و کمک میکنه تا پادکست رو بهتر و بهتر کنیم. پس همین الان سابسکرایب کنید تا قسمت بعدی رو از دست ندید. تو قسمت بعدی میریم سراغ شاپور اول، پسر اردشیر، و با هم داستان جنگ‌های بزرگ اون با رومی‌ها و پیروزی‌های افسانه‌ایش رو مرور می‌کنیم. پس منتظرم باشید. تا قسمت بعد، فعلا خداحافظ.